این آهنگ یکی هست رو خیلی دوست دارم، خیلی 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 دوست دارم. واقعا من نمیدونم چه بگم. یکی از سورپرایزهای بزرگ زندگی من، باعث افتخار منه که در کنار محسن هستم. بریم سراغ این آهنگ دیگه. محسن بخونه من چی بگم دیگه. یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون مینویسم اون خانه بدونه واسه اونه که قلب من این همه بیتابه. یه کاغذ یه خودکار شد دل دیوونه، یه نامه که خیسه پر از عشق اون کسی بازم اونو نمیخونه. یه روز همینجا توی اتاق یه دفعه گفتارمی چیزی نگفتم، آخه نخواستم دلشو غصه بگیر.